سلام دوستان عزیز، وقت همگی بخیر. ایمان دبیری هستم. امروز میخوایم با هم دیگه راجع به اچ گذاری ها یا همان تیتر گذاری ها با هم دیگه صحبت بکنیم. اصلا ببینیم که ارزش این کار چیه، ما برای چی باید تیتر گذاری بکنیم. یکی اینکه از دیدگاه وبسایتی بهش نگاه بکنیم، یکی از دیدگاه انجام کار محتوا که ما میخوایم محتوایی رو انجام بدیم، به کارفرما محتوامون رو چجوری تحویل بدیم. بریم که داشته باشیم راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم. من اول یه دونه فایل تکست براتون باز بکنم، بنویسم اچ بندی ها که اینجا توضیح بدم داستان به چه صورته. دوستان ما داریم محتوا برای سایت می نویسیم، حالا هر چیزی که میخوایم داشته باشه. ما الان یه دونه کلمه اگر بخوام سرچ بکنم که داشته باشیم با هم دیگه، مثلا میزنم همین اهمیت اچ گذاری در محتوا. این کسی کار کرده روی این تگ هدینگ یا همون اچ در سئو مهمترین موارد. حالا فرقی برای من نمیکنه، من صرفا فقط میخوام چند تا سایت باز بکنم که بگم داستان از چه قراره. دوستان ما داریم محتوا رو برای سایت میذاریم. سایت ها دارن برای موتورهای جستجوگر که گوگل یکی از موتورهای جستجوگره سئو میکنن و خب بعد یه سری قوانین رو رعایت بکنن. این چیزی که ما داریم از سایت می‌بینیم، این چیزی که کلاینت کاربر یه چیزی رو سرچ کرده داره از سایت می‌بینه، یعنی این رنگ و این منو و این شرایطی که می‌بینیم بغل، دوباره اینجا عکس داره، اینجا مطلب داره، دوباره بریم توی این سایت این عکس، این چیزی که ما داریم می‌بینیم. خب و اینکه خب موتورهای جستجوگر خزنده‌ای که میفرستن، رباتی که میفرستن سایت رو ببینه، خب ربات دیدگاه انسانی نداره. ربات چجوری سایت رو میبینه؟ شما کافیه کلیک راست بکنید، یک اینسپکت بگیرین، ببینید صفحه‌ای که ما اونور داشتیم میدیدیم ربات داره به این صورت توی همین کدها داره میخونه، یعنی تنها چیزی که ربات داره میخونه اینجوری به صورت کده. خب پس کدی که ما میخوایم بذاریم اینجا راجبش میخوایم صحبت بکنیم. امروز ما میخوایم راجب اچ بندی ها صحبت کنیم. بچه‌ها اصلا من نمیخوام از دیدگاه اینکه بخوایم کد نویسی بکنیم و اینجور مسائل بخوایم نگاه بکنیم به این قضیه، نه، صرفا فقط میخوام بهتون بگم که تگای اچ ما کجا کاربرد داره، چه جوری بنویسیم، ما چرا باید بدونیم اصلا هر اچ رو کجا بذاریم و اچ بندیمون رو بخوایم درست بکنیم. دوستان هر محتوا همونطور که قبلا گفتم یه دونه تایتل داره، یه دونه H1 داره. H1 یعنی تیتر یک. هر بار گفتم H شما بدونید تیتر منظورمه. یه دونه عنوان داره. خب یه دونه H1 یا تیتر یک داره. دیگه از اونجا بعد ممکنه 10 تا تیتر 2 داشته باشه، تیتر 3 داشته باشه، تیتر 4 داشته باشه. ما اصلا چند تا تیتر داریم؟ ما 6 تا تیتر داریم. 6 تا هدینگ داریم، 6 تا تیتر داریم، یعنی 6 تا کدی که میخواد توسط ربات ها خونده بشه از H1 هستش، یعنی که به این صورته کدش، تا H6. دوستان اصلا کاری با این کدا نداشته باشین ها، یعنی فقط من میخوام بگم که یه سری چیزا رو با هم دیگه مرور کن. ببین یعنی این H1 که اینجا میشه، میگم اصلا نگران این کدا نباشین، چیز عجیب غریبی نیست که بخوایم نگرانش باشیم. این همه چیشه. دوستان هر محتوایی که شما دارین می‌نویسین اچ ها تیترها مثل چی میمونن؟ ببین فرض کن شما میخوان یه کتاب رو بخونید. کتاب دیدین فهرست داره، یعنی که میگه آقا توی این بخش‌های مختلف داره راجع به چه چیزهایی صحبت میشه. مقاله هم به همین صورته. اچ ها دارن قسمت‌های مختلف یک محتوا رو نشون میدن که ما توی هر قسمت محتوا داریم راجع به چه چیزی صحبت میکنیم. خب شما وقتی میگین مثلا به عنوان مثال کتاب قدرت عادت، خب اسم این کتاب قدرت عادت یک اسم داره. خب پس شما توی محتواتون هم یه دونه تایتل و یه دونه H1 دارید. من H12 نمیشتم، یه دونه H1 دارید. خب پس هر محتوا کلمه کلیدی اصلیتون میشه H1 تون. همینجا نگاه کنید این H1 مؤسس ما یه دونه H1 داریم. ببینید من روش وایسم، نگاه کنید اینجا زده H1 مساوی با تایتلمون یه دونه H1 داره این محتوای ما. خب من کداشو ببندم.
بعد دیگه همون جوری که مشخصه H2 ها برای H1 قرار میگیرن. یعنی چی؟ یعنی همین کتاب قدرت عادت به عنوان مثال که شما یک H1 دارید تحت عنوان قدرت عادت، سرفصل بقیه مقالاتتون مثلا میشه چی؟ مثلا میشه قدرت عادت در زندگی، قدرت عادت در روابط، قدرت عادت در کار، قدرت عادت در تحصیل. اینا دیگه میشن H2 هاتون، یعنی مقالاتون، سرفصل‌های دیگه‌تون. پس یه محتوای ما یه دونه H1 داره و بقیه‌اش میشن H2 هاش. بچه‌ها هر H'i که داریم میایم پایین، H بالایی پدرشه، یعنی H1 پدر H2. خب یعنی H2 ها برای H1 قرار میگیرن. H3 برای چی قرار میگیره؟ H3 برای H2 قرار میگیره. به عنوان مثال شما دارید یه محتوا می‌نویسید تحت عنوان جاهای دیدنی کیش. خب یعنی جاهای دیدنی کیش میشه تایتلتون، H1 تون. یکی از جاهای دیدنی کیشتون مثلا کشتی یونانیه، این میشه H2 جاهای دیدنی. حالا H3 کجا قرار میگیره؟ مثلا میشه آدرس کشتی یونانی، این میشه H3 کشتی یونانیتون. یه محتوا میتونه تا H6 داشته باشه ولی کمتر جایی میرسه که شما در نهایت دیگه به H4 برسید، چون گفتم هر کدوم از اینا پدرشون بالاییشونه. جای دیدنی کیش ممکنه 1000 تا جا داشته باشه، مثلا مثل ساحل مرجان، مثلا مثل پلاژ بانوان. خب اینا همه H2 هن. ولی الان برای پلاژ بانوان ما اگر بزنیم ساعت کاری پلاژ بانوان، این H3 اون موضوعه. خب پس اهمیت H ها کجاه؟ ببین من بیام پایین ها کنیم، ما اینجا تیتر اصلیمون چیه؟ اینجا تگ هدینگ یا همان H و تاثیرات آن در SEO. این چیشه؟ این H2 شه. نگاه کنید H2 چیه؟ هدینگ چیست؟ خب این یه موضوع. بریم توی محتوا H3 آیا داریم ساختار شکلی و کدنویسی هدینگ ها، این هم H2، تگ هدینگ ها H2. ببین چون گفتم گوگل داره کدگونه میخونه اینو، من اگر یه کنترل یو هم از این صفحه بگیرم کداشو به من نشون میده، چون داره اینجوری میخونه این صفحه رو. گوگل رباتاش دارن به این صورت میخونن. پس ترتیب H ها و H بندی ها برای ما بسیار مهمه که چجوری H ها رو بذاریم، چجوری H بندی کنیم. چون اگر H بندی درست نباشه ما علنا سئو محتوامون خرابه، چون تیتر بندی درستی نکردیم، عنوانگذاری درستی نکردیم، قسمت های درست محتوامون رو نچیدیم. و اینکه این H'تون باید ترتیب خاصی هم داشته باشه. یعنی شما باید یه کتاب میخوایم بزنید، بالاخره یک مقدمه‌ای دارید، یک پایان دارید، از یک جای شروع میکنید به یک جایی میرسید که تمام بکنه، جمع‌بندی بکنید. محتوای شما هم همینه، یعنی H بندیایی که میخواین انجام بدین توی محتواتون باید یک ترتیب خاصی داشته باشه. بدونید که دارید از کجا به کجا میرید، کجا میخواین محتواتون رو ببندین. خب این موضوع خیلی برام مهمه. یه نکته دیگه که میخواستم بگم بچه‌ها، سخن پایانی اصلا H نیست. یعنی سخن پایانی، کلام آخر، چیزهایی که به عنوان پاراگراف پایانی میخوایم بذاریم اصلا بهش هدینگ ندین. صرفا کلمه سخن پایانی رو بزنید، اینتر بزنید، بالا رو سخن پایانی رو بولد بکنید، پایین می پاراگراف آخرتون رو بنویسید و تمام. خب H ها قسمت‌های مهم محتوا هستن که ما توشون استفاده می‌کنیم و سعی می‌کنیم سئو بکنیم، کلمه کلیدی اصلی داخلش بیاریم و بقیه مسائل. خب شما با هر بستری هم که بخواید بنویسین براتون مشخص شده که آقا من اینجا مثلا میخوام بزنم همون کشتی یونانی، مثلا الان دارم تو گوگل درایو مینویسم، من اگه رو این کلیک بکنم اینجا بزنم نکن نورمال تکست، یعنی همون پاراگراف، تکست معمولی، تایتل میشه عنوان اصلی. خب با ساب تایتل کاری نداریم. هدینگ H1 H1 که اصلیمون، کلمه کلیدی اصلیمونه، H2 H3. میبینید یا بیایم توی ورد کشتی یونانی، منم میگه همینجا بذارمش اینو. ببین اینجا همین بالا اومده توی قسمت هوم، ببینید یه H1 داریم، یه H2 داریم، بعد دوباره بخوام اینجا تغییرش بدیم H3 و بقیه مسائل هم همینجا داریم، فقط کافیه بگردیم ببینیدش. خب حالا شما H1 و H2 داده، H3 رو نداده که بعد ازش از اینجا استفاده بکنیم، از استایل بزنیم و
اضافه بکنیم بهش HCA که میخواین بذارین رو. خب به این صورت پس محتوایی که میخوایم بنویسیم اچ بندیش بچه‌ها برامون خیلی مهمه. یعنی محتوایی که میخوایم بنویسین نه صرفا همه رو بزنید H1، نه همه رو بزنید این، همه رو نزنید H2. طبق فایلی که قراره بنویسین، طبق چیزی که بهتون داده شده، از همینجا راحت میتونید انتخاب بکنید آقا این محتواتون چه حکمی داره، H1 H2 H3 کدوم هدینگه، از کدوم هدینگ میخواین استفاده بکنید. اوکی. چرا من این موضوع برامون خیلی اهمیت داره، حالا من اینجا میتونم عوضم بکنم یه هدینگ 3 هم بدم که اینجا داشته باشیم H3. چرا این موضوع برامون اهمیت داره دوستان؟ خب ما کار رو میخوایم تحویل بدیم به کارفرما. هر کارفرمایی ممکنه کارفرما سر شلوغ باشه، محتوا رو همینجوری بگیره پیست بکنه، ما اچ بندی ها رو اشتباه گذاشته باشیم و سئو سایتش ضربه بخوره و حواسش نباشه به این موضوع. یعنی که مثلا یه جاهایی مثلا میبینید یه H2 رو اشتباهی H4 گذاشتیم، اشتباهی H1 گذاشتیم، صفحه اون محتوا برای اون کارفرما داره چند تا چیز میشه، داره 2 تا H میشه، H1 میشه، در صورتی که هر صفحه کلا باید یه دونه H1 داشته باشه. پس سئو سایتش رو به هم ریختیم. ببینید اینجا هر پلتفرم، هر چیزی، هر ابزاری هست که باش می‌نویسین یه قسمتی داره برای مشخص کردن هدینگ ها. اینجا استایل توی ورد از این قسمت استایل میتونید مشخص بکنید، با گوگل درایو می‌نویسین از اینجا میتونید مشخص بکنید چیزایی که می‌خواید بذارین رو. و به همین راحتی اچ بندی ها گفتم چون کدی خونده میشه این صفحه و اچ گذاری ما مهمه. یه نکته دیگه هم که می‌خواستم بهتون بگم، یه سری وقتا ممکن توی فایل‌های سفارشی که به دست ما میرسه کارفرما گفته باشه اچ رو برام قشنگ بنویسید، یا اینکه نوشته باشه اچ رو برای من لانگ بنویسید، لانگ تیل بنویسید، یا اچ رو برای من تغییر بدین. یعنی چی؟ ببین شما اینجور مواقع باید اون تیتری که میخوایم بذارین تیترتون رو یکم جذاب بکنید. یعنی چی؟ یعنی من دارم میذارم بهترین هتل های کیش به عنوان مثال، یه مطلب میخوام راجع به بهترین هتل های کیش بنویسم. خب و توی این مطلب بهترین هتل های کیش مثلا من اینجا بزنم یه دونه مثلا میذارم امیدوارم داریوش داشته باشه، مثلا هتل داریوش. ببین این اچ اگه به شما گفتن مثلا H2 به شما دادن گفتن که جذابش بکنید، خب الان ما مثلا می‌خوایم این هدینگ رو بذاریم، مثلا یه محتوا داریم می‌نویسیم تحت عنوان اصلا کلا اچمون رو جذاب بذاریم. خب مثلا یه محتوا ما داریم می‌نویسیم الان تحت عنوان بهترین هتل‌های کیش، اینو به ما دادن اچش رو مثلا خودمون می‌خوایم مشخص بکنیم. خب فقط ما گفتن لانگ بنویسید و اینجور مسائل. الان همین هتل داریوش یه دقیقه من فقط به متنش نگاه بکنم، یعنی من فکر می‌کنم الان توی محتوا بذار اینجا مشخص کنم، اینجا رو من کامل برگردم عقب، یه بار یه فونت خوبم بدم که خونده بشه. من اینجا مثلا میذارمش بهترین هتل های کیش. این چیه منه؟ H1 منه. خب بعد من میخوام یه H2 براش بزنم تحت عنوان چی؟ هتل داریوش. حالا میخوام H1 هم H2 مو که گذاشتم براشو خیلی جذاب میدم. اول که از همینجا مشخصش بکنم هتل داریوش H2 منه. فقط کافیه میخوام جذاب بنویسمش دیگه. یه نگاه به متنش بندازم ببین اصلا راجع به چی گفته توی هتل داریوش. نوشته که یکی از بهترین هتل‌های کیشه بر اساس معماری دوره هخامنشیان گرفته شده که از پلان معماری کاخ آبادان و کاخ اختصاصی کوروش در پاسارگاد الهام گرفته. مثلا اینو میذارم هتلی الهام گرفته شده از پاسارگاد. این میشه جذاب نوشتن اچ. بعد که حالا اچ بندیامو طبق لیست انجام دادم دوباره فونتامو درست میکنم که چیز جذاب براش بیفته. تموم شد. این میشه جذاب نوشتن. از اینجا هم که گفتم مشخص میکنیم H1 H2 H3. میگم خیلی بعید میدونم شما بخواد مثلا محتواتون به 4 و فلان و اینا بکشه. نهایتا تا H3. H6 رو که من خودم تا الان اصلا ندیدم. H5 خودم تو کارهای خودم بهش بر نخوردم. شاید خیلی کم به H4 خوردم. دیگه معمولا شما با H2 H3 کارتون راه میفته. پس خیلی مهمه این کاربرد از H این که چجوری جذاب بنویسید. بچه‌ها مرسی. اگر سوال چیزی داشتین حتما ازم بپرسین. من ایمان دبیری هستم. نظراتتون رو به ما بگین. اگر ایراد چیزی بود، سوال چیزی دیگه بود، با هم دیگه تو ارتباط هستیم. سوالاتون رو حتما بپرسین. ممنون که وقت گذاشتین این ویدیو رو دیدین.
روز خوبی داشته باشین.